اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید از که جور، صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشید. موضوعی را که تحت بحث قرار میدیم در این چند ویدیو که بر هر مسلمان لازم است که او را بداند، موضوع 6 کلمه مسلمانی است که هر مسلمان مکلف و بر او لازم است که 6 کلمه اسلام بفهمد. شروع میکنیم از کلمه اول. کلمه اول در اسلام عبارت است از کلمه طیبه. کلمه طیبه عبارت است از بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که یک مسلمان این کلمه را میگه و اقرار میکنه به این کلمه، هدف از او از این کلمه چیست؟ چی را میخواد ثابت کنه؟ معنای این کلمه میشه که لا اله الا الله، یعنی که خداوند متعال یک است و هیچ الله جز او نیست. محمد رسول الله و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم فرستاده خداوند متعال است. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.